اخیراً روزهای خیلی دشواری را سپری می نماییم. برای تمام بازماندگان و قربانیان حادثات المناک اخیر ابراز تسلیت می نماییم. همه ما در روشن از شما مشتریان عزیز به خاطر همراهیتان اظهار سپاس نموده و حمایت و دعای شما برای ما قوت بخشیده تا به پیش برویم. در حادثه هولناک روز چهارشنبه دهم جوزا با وجود اینکه کمپانی روشن تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی را متحمل گردید، باز هم خدمات قطع نگردید. حالا مراکز فروشات و خدمات روشن و نمایندگی های کمپانی ما جهت ارائه خدمات برای شما باز می باشد. در عین حال خدمات و پوشش مخابراتی شرکت روشن در حال بهبودی بوده و به زودی به حالت نرمال آن برخواهد گشت. از صبر و حوصله‌مندی تک تک شما سپاسگزاریم. شما می توانید برای رفع مشکلاتتان با شماره خدمات مشتریان روشن 333 و یا از طریق صفحه رسمی فیسبوک روشن روشن کانکت با ما به تماس شوید. همچنان شما می توانید برای دریافت معلومات بیشتر راجع به خدمات و محصولات ما از وبسایت روشن www.roshan.af بدری، پشتو و انگلیسی دیدن نمایید. شرکت مخابراتی روشن مانند 14 سال گذشته به بازسازی افغانستان، توسعه اقتصادی کشور عزیزمان و خدمات به ملت رنج دیده ما عمیقاً متعهد بوده و باقی خواهد ماند. هر زنگ شما حمایتی است از ما.